سلام، تو این ویدیو میخوام یه سری نکاتی رو بگم که سریعتر از بقیه کارگشتشو آزاد کنید. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اولین کاری که انجام میدیم اینه که یه مپ توسعه میسازیم به این شکل و ساختمونایی که نیاز داریم واسه آزاد کردن کارگشت شما این قسمت و ساختمونایی که بهش هیچ احتیاجی نداریم هم این قسمت. خب اولین مأموریت اینه که جمع دوتا ماشین نورد بشه سطح 45 که واسه ما سطح 37. بعد دومین مأموریت هم اینه که یکی از کارتون مکس بشه که واسه ما سایر تاریکی ما سطح 14 و 4 لول فاصله داریم. سومین مأموریت هم اینه که یکی از دفاعیمون به سطح 9 برسه که من خمپارانداز انتخاب کردم و یه سطح فاصله دارم. و چهارمی هم اینه که کنون و آرچر تاورتون به سطح 6 برسه که بتونید در بیس اصلیتون ترفیع بدید کنون آرچر تاورتون. که میدونید ارتقا دادن این ساختمان ها پول اکسیر زیادی میخواد که من به شما 3 تا روش میگم که اینو سریعتر ارتقا بدید و بتونید سریعتر کارگشتشون آزاد کنید. بریم سراغ مورد اول. روش اول اینه که شما روزانه باید اتک بزنید و همونطور که میدونید کلش آف کلنز روزانه در ازای گرفتن ستاره به شما پول اکسیر میده و با استفاده از پول اکسیر میتونید ساختمان ها یا کارتاتون رو ارتقا بدید. و مورد بعدی که شما میتونید پول اکسیر رو دست بیارید اینه که بیاین بیس اصلیتون قسمت فروش رویداد، مدال های یورش و پول اکسیر رو خریداری کنید که شما به طور هر روز میتونید بیاید پول اکسیر رو بخرید، فقط کافیه که مدال یورش داشته باشید. خب این بود از این روش و بریم سراغ مورد. و روش آخر و مهمترین روشی که شما باید بدونید اونم اینه که اگه دو تا روش قبلی استفاده کردید و باز هم به پول اکسیر نیاز داشتید از این روش که به شما میگم استفاده کنید. خب میایم قسمت حمله و میریم داخل اتک و سری یک کارت رو میندازیم میایم بیرون که با انجام دادن این کار به ما اکسیر میده و دوباره این کار انجام میدیم. خب حریف پیدا میشه، یه ماشین میندازیم دوباره میایم بیرون و انجام دادن این کار باعث میشه که ما اکسیر زیادی بگیریم و اکسیرمون در این قسمت جلب میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. و سوال پیش میاد اگه به پول احتیاج داشتیم باید چیکار کنیم؟ دقیقا همین کار اما برعکس. الان به شما توضیح میدم. میرین قسمت نبرد و میرین داخل اتک. خب این حریف رو به ما میده که باید بیسش رو 3 استار بزنیم و یه نکته هست اونم اینه که سعی کنید بیس رو تا 200% بزنید و سر 100% نیاد بیرون چون پول کمتری میده. میتونم حتی بگم نصف اون پولی که قرار رو به شما بده رو کم میکنه. خب بریم سراغ 3 استار کردن مپ که جاینت میاد داخل، سایر تاریکی ها میرن بیرون. خب ابیلیتی بال نبرد، آرچر تاور هم که گرفتیم، نیروی دفاعی اصلیش هم که گرفتیم و خیلی راحت 3 استار رو گرفتیم. یه دقیقه 17 ثانیه زمان خوبه. و بریم سراغ اون یکی بیس حریف که سری نیرومون رو خالی میکنیم. ابیلیتی سایر تاریکی و خیلی راحت 3 استار کردیم و فکر کنم واسه 200% تخریج 41,000 تا پول به ما بده که الان مشاهده میکنیم. 37,000 تا داد، باز عدد خوبیه. شما میتونید با اتک زدن بیشتر پول زیادی بگیرید و ساختماناتون ارتقا بدید. و ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. اگه ویدیو رو ما رو دوست داشتید لایک کنید و برای ویدیو بیشتر از ما کانال ما سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.